بعض مواقع سخت در زندگی همه ما و شما هست که زندگی ما را خیلی سخت در خود میکوبه و بعد از تجربه کردن چنین حالتی فکر میکنیم که دیگه هیچگاهی ایستاد شدن نمیتونیم. ناراحت میشیم، غمگین میشیم، گریه میکنیم، افسرده میشیم، به حالتی میرسیم که اصلا هیچ چیزی برای من خوشایند نمی باشه، به حالتی که اصلا نمیخوایم از بستر خوابمون به روزها، هفته ها، ماه ها بلند شویم. میخوایم همیشه همه قسم بمانیم، حرکت دیگه نمی کنیم، همه چیز برای من خسته کننده میشه و فکر میکنیم اونجا ته دنیاست. حس میکنیم که تمام بار دنیا روی دوش ما گذاشته شده. حس میکنیم چیزی روی قلبمان، روی دلمان چیزی سنگینی میکنه. غمگین میشیم. هیچ چیز برای ما ارزش نمی داشته باشه. یک احساس پوچی میکنیم، فکر میکنیم ته خط است و اونجا است که تسلیم میشیم. اما تا در زندگی سختی ها نباشه آسانی ها را نمیدانیم. تا تلخی ها نباشه شیرینی ها را نمیدانیم. این زندگی است. چی استاد شویم، چی استاد نشیم، چی حرکت کنیم، چی حرکت نکنیم، چی گریه کنیم، چی گریه نکنیم. زندگی جریان داره. زندگی به خاطر من و شما استاد نمیشه، به خاطر من و شما توقف نمیکنه. درست است همه ما درد را تحمل میکنیم، همه ما داستانهای غم انگیز داریم، اما تنها افراد دنیا نیستیم که درد را تحمل میکنیم. همه ما داستانهای دردناک و غم انگیز داریم، همه ما در زندگی ما غم‌های داریم، همه ما در زندگی ما شکست‌های داریم. هیچ کسی نمیتونه بدون شکست خوردن موفق شود. اگر 100 بار زمین خوردین، 101 بار استاد شوین. اگر 1000 بار شکستین، 1001 بار دوباره توتهایتون به هم پیوند بزنین و خودتون را بسازین. کافی است تسلیم نشین. تسلیم شدن زندگی کردن را ازتان میگیره. در هر حالت زندگی کوشش کنین تسلیم نشین. زندگی فراز و نشیب‌های خودش را داره. زندگی به خاطر من و شما توقف نمیکنه. اصلا میخوایم هیچگاهی در زندگی تسلیم نشین. به خودتان تکان بدین، ایستاد شوین، بلند شوین. 1000 بار زمین بخورین، 1001 بار ایستاد شوین. فقط کافی است که هیچگاهی تسلیم نشین.